سلام. در این ویدیو میخوایم با هم دیگه افعال unregelmäßig یا بیقاعده رو صرف بکنیم. توی لینک بالا میتونید مراجعه کنید به صرف افعال. البته صرف افعال با قاعده و 2 فعل استثناء رو قبلا با هم دیگه کار کرده بودیم. توی این ویدیو میخوایم افعال بیقاعده رو با هم صرف کنیم. خب بریم سراغ اولین فعل بیقاعده و خیلی پرکاربرد. فعل fahren به معنای راندن، ماشین را راندن، و به معنای رفتن با وسیله نقلیه. وقتی میگم من پیاده میرم به خانه از فعل gehen استفاده میکنم. Ich gehe nach Hause یعنی من دارم پیاده میرم به خانه. اما اگه بگم ich fahre nach Hause یعنی دارم با یه وسیله نقلیه به سمت خانه میرم. خب بریم این فعل بیقاعده رو با هم دیگه صرف کنیم. پرونومن ها رو هم همزمان می نویسیم. Ich fahre. چه اتفاقی افتاد؟ گفتیم برای صرف فعل ان آخر فعل رو حذف میکنیم. میمونه ریشه فعل و اندونگ ها رو اضافه میکنیم. Ich fahre. حالا اینجا دقت کنید. Du fährst. آی ما تبدیل شد به آی اوملاوت و ای خونده شد. دو فرست. علی رغم اینکه فعل بیقاعده صرف میشه همچنان اندونگ ها دارن اضافه میشن. زی اس که به یه شکل صرف میشن. فرد در حقیقت فرد، زی فرد، اس فرد. خب ادامه بدیم. میریم سراغ پرونومن های جمع. Wir fahren. پسوند ان چسبید به ریشه فعل و فعلمون برگشت به حالت مصدری. Ihr fahrt. اندونگ ت اضافه شد. Sie und sie fahren و اندونگ ان طبق قاعده اضافه شد. خب متوجه شدین چه اتفاقی افتاد؟ وقتی ما یک فعل بیقاعده داشته باشیم که بخوایم صرفش کنیم همیشه فقط ضمائر دو زی اس فقط همین دسته از ضمائر هستن که فعل در این بخش دچار بیقاعدگی میشه یا صرف بیقاعده میشه. بقیه ضمائر ایش، ویه، ایه، زیونزی کاملا طبق قاعده اصلیشون صرف میشن. ریشه فعل به اضافه پسوند، ریشه فعل پسوند، ریشه فعل پسوند، ریشه فعل پسوند. بریم حالا یه فعل بیقاعده دیگه صرف کنیم با هم دیگه. فعل ذهن. ذهن به معنای دیدن. خب پرونومن ها رو بنویسیم. ایش چه اتفاقی افتاد؟ ان انتهای فعل رو حذف کردیم. ریشه فعل موند که داریم پسوندا رو بهش اضافه میکنیم. دو گفتیم فعل های بیقاعده در ضمائر دو ارزیست دچار بیقاعدگی میشن. خب ببینیم چه اتفاقی میفته. زیست. خب وکال ا تبدیل شد به ای بیقاعده شد اما همچنان پسوند صرف پرونومن سر جای خودش هست. زی اس زیت. تغییر وکال داریم اما همچنان اندونگ رو اضافه کردیم. بریم سراغ پرونومن های جمع. ویا ذهن. ihr seht. sie und sie sehen. دیگه بیقاعدگی از بین رفت. ریشه فعل پسوند، ریشه فعل پسوند، ریشه فعل پسوند. بریم سراغ یک فعل بیقاعده دیگه. lesen مطالعه کردن.
پرونومن رو بنویسیم و صرف رو انجام بدیم. ایش لزه. میدونید دیگه برای صرف فعل اول انش رو خط زدیم، ریشه به دست اومد، اندونگ صرف فعل برای پرونومن اول رو بهش اضافه کردیم. ایش لزه. گفتیم فعل بیقاعده است. وقتی بیقاعده باشه در ضمایر دو، ار، زی، اس این بیقاعدگی نشون داده میشه. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. دو لیست، دو لیست، ارزیس لیست. خب یه نکته رو اینجا مطرح کنم. فعل لزن خودش یه دونه اس داره. وقتی به ضمیر دو میرسیم پسوندی که باید اضافه بشه به صرف فعل استه هست. ما از یک اس فاکتور میگیریم و فقط یک اس رو مینویسیم. دو لیست، یک اس رو فقط مینویسیم. حالا فعل بعدی دیگه استه نیست اندونگش، در حقیقت اینجوری هست. دو لیست به این شکل نوشته میشه. این هم بیقاعدگیش که نشون داده شد. حالا بریم سراغ ضمایر دیگه که بیقاعدگی توشون حذف میشه. ویا لزن، ایا لست، زیون زی لزن. ببینید ریشه فعل و پسوندها. بیقاعدگی از بین رفته. به این نکته دقت کنید. این فاصله کوچیکی که من اینجا ایجاد کردم در حقیقت فقط برای این بود که شما تشخیص بدید ریشه فعل کدومه و پسوندی که اضافه شده کدومه. اما این فاصله در حقیقت وجود نداره. بدون فاصله نوشته میشه. ایش لزه، ایش زه، ایش فاق. امیدوارم این ویدیو کاملا مفید بوده باشه و حداقل با صرف فعل‌های بیقاعده آشنا شده باشین. اگر ما رو لایک کنید بیشتر و بیشتر براتون ویدیو آموزشی میذاریم و اگه سوالی داشته باشین توی کامنت ها مطرح کنین. بهتر میتونیم نکات قوتمون رو افزایش بدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.